дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 23-юм. اسرافیل که در پهلویم خاک را باد می کرد به آرینجم دست رسانیده پرسید: به من چیزی گفتی؟ نه، به خیالم غرون غرون می کردی. دعا می خوندم. ها. پس از دقیقه باز پرسید: چیده شدی؟ چیدم ولی نشمردم. بیشمار، کم یا زیاد باشد نمی شود. نمی شود؟ سنگچه ها را به دامن احرام بسته به راه در آمدیم. نصف شب وادی مزدلفه نمایان شد. اینجا هم مثل وادی عرفات چراغان بود. حاجیان در روی پلاس ها نشسته خوراکی به تأخیر افتاده شام را می خوردند و با طاعت و عبادت مشغول می شدند. در درآمدگاه لگیر نومان در راه سنگلاخ قلب تیز پا مانده بجلک پای چپم را لت دادم. با عذاب خود را لنگان لنگان به جای انتخاب کرده سید عبدالکریم رسانیدم. احوال ملا اوراقکه پس از یورش دور و دراز در راه ناهموار تاریک از حال من هم بهتر نبود. وی که مردی فربه است و به پیاده‌گردی عادت نکرده است، در نیمه دوم راه مثل زنهای حامله روزشان بود شده قدم می‌ماند. لینگ های فربهش از ساویش پوست پرتافته سوپ سرخ گوشت شده است. به وی قدر مرگنصاف که دادم که به آب حل کرده بلینگش مالد. خودم از وزلین ها مرهم ساخته به پایم بستم. یک پارگی نان تقسیم کردن. هر کس که در ترمسش چای یا آب مانده بود نوشید. دردی پای گوشتش دریده ورم کردم. از تشنگی اذیت میداد. به بالای این امشب جای خوابی درست هم نداشتیم. به 17 نفر حاجی و راهبلد فقط یک تا شال کمبری کهنه بود. از این خوابگاه کمینه را تنها به اندازه‌ای که گربه نچندان کلان می گنجید جای رسید. بعدی اطراف را در جستجوی آبی نوشایی دور زده آمدنم از همان یک کف چای هم محروم شدم. از دو طرف قرارگاه ما اتومبیل بارکش عراق و سیاره سبکرو یاری تعجیلی شاملی می ایستاد. پشتم را به سیاره سبکرو تکیه داده فکر می کردم که در بالای سنگلاخ لوچ با پای درمندم چگونه بخوابم. خیر می گفتم باز خود به خود. خواب غلبه کند. بر روی سنگ با تنی برهنه هم می برد. و حال آنکه من در تن یک قبط احرام دارم. دست کسی به موی سرم رسید. شفیار سیاره سبکرو که در بام آن می خوابید مرا با ایما و اشاره به پیش خود تکلیف می کرد. در درون ماشین دو زنی فربه سامری می خوابیدند. احتمال ایشان از عائله های آبرومند کشور خود بودند. من آن شب را در بام سیاره در پهلوی شفیار رحمدیدی ساملی گذرانیدم. پیش از خواب او از کجا بودنی مرا پرسید و چون صوفیتی بودنم را فهمید
از بام اتومبیل فرآمده در مابین مردم غایب شده رفت و پس از نیم ساعت به من بالشت ریزینی که با پوف دم میکنند و نیم شیشه کوکاکولا آورد. تو نیکی میکنو در زجله انداز، که ایزید در بیابانت دهد باز. گفته است شاعر. هموطنان من در ریسپوبلیکای سومالی گوسپیتال ها، انشاءات های آبی و کارخانه ها می سازند. مردم سومالی به مردم سویتی برای یاری بیغرض و بیمینت برای دستگیری کردن مبارزه آنها در راه استقلال و ترقیات حسن توجه دارند. اینک از احساسات منتدارانه آنها در اینجا در بیابان کشوری تمام دیگر کمینه بهره میبرم. ایام عجایب است عصر بیستم. ساکنان دوردسته ترین گوشه های دنیا هم اکنون درک کردند که تقدیر آنها و تقدیر همه اهل عالم وابسته است. آدمان در قعر جنگل و بیابانهای فراخ در بالای کوههای آسمان رس عصرهای عصر بیخبر از عالم و از همدیگر عمر به سر می بردند. اکنون مناسبت و معاملات آنها از دایره تنگ پیشینه به عرصه معظم 6 قطعه جهان برآمده است. صبح دم همسفران نماز بامداد را از همه پیش خوانده شدند و از دامن کوه مزدلیفه از پس مناره مسجد صدای توپ برآمد. معلوم شد که نماز را بر وقت خوانده بودند. بار دیگر در قطار همه نماز خواندن لازم آمد. آره، ملاهای کشور ما در رعایه رسم و آیین مذهب چنان سعی و کوشش به کار میبرند که بعضن از پیش قدم ترین تقواداران هم پیش گذشته میروند. وادی مزدلیفه به جنبیش آمد. همه جول و پوستک خود را برداشته به سوی وادی مینا رهسپار می شدند. ما منتظر اتوبوس می نشستیم. سید زینالدین کوشک موافق وعده می بایست به ما اتوبوس می فرستاد. راننده سیاره سومالی تکلیف نمود که مرا تا به مینا برد، ولی من راضی شده نمی توانستم. باششگاه همسفرانم را در قرارگاهی بی سر و نوک اینقدر مسافران چگونه پیدا می کنم؟ چنانه که در عرفات بود، در وادی مینا هم کوچه معین، محله نام و نشاندار عمیق نخواهد بود. مزدلیفه از آدم خالی شد. یکی از نوکران زین کوشک خبر آورد که اتوبوس نمی شود، زیرا در راه های مینا سیاره ها دنبه زدن و تا گشت پیشین علاج راه رفتن اتومبیل نخواهد شد. اسرافیل از حقوق نایب الرئیسیش استفاده برده چمدان داروواری را به یکی از قاری‌های جوان بار کرد. از کجای به من نوده خشک خرما را آورده داد که عصا سازم. سمکه ایمه را هم به کتف خود پرتافت و از بغلم گرفته طبیبی بی مورد لنگ شده را به راه انداخت. شیطان رجیم. چاشگاه کلان به مینای مبارک رسیده در ایوان بریاپوش یکی از چایخانه ها دم گرفتیم.
سردار گفتند که دکتر اینجا مانده استراحت کنند. دیگران به بازار رفته گوسفند میخرند و آیین قربانی را به جا آورده به شیطان کوبی میروند. قاریکه یکی از خدمتگاران میزبان را خواهند فرمود که آمده گلیم کهنه را بردارد و مرا به باششگاه اینجایی زینی کوشک هدایت کند. همه رفتند ولی فرصتی نگذشته اسرافیل پس آمد. چرا برگشتی اسرافیل؟ سانیتر میروم، گفت او روی به دیگر سو تافته. ظاهراً از تنها گذاشتنش مرا پشیمان شده از راه برگشته است. رحمت جوره، لیکن به مراسم قربانی مبادا دیر مانی. نه، دردی پایت سال آرام گیرد، همراه می رویم. بازار چاروا و جای قربانی نزدیک بوده است. از دور نشان دادند آن کس. در کوچه سیاره ها همچنان ناجنبان می ایستادند. در هر 20-25 دقیقه قطار آنها 50-60 قدم به پیش می خزید و باز تقی می ایستاد. رانندگان با غوریشی گوش کر کننده سیگنال ها قناعت نکرده سری خود را از درهای ماشین برآورده کیمکی ها را که گویا سببگاری بند شدنی راه گشتند سخت دشنام می دادند. در دو طرف کوچه قطار دکانهای موقتی، دکانهای آشپزی، زرگری، بقالی، چرچین فروشی، بزازی، صرافی، چایخانه، آب فروشی دنبال و پهلوی همدیگر واقع گشته مشغول سودا بودند. فروشندگانی که قدرت دکان گشادن نداشتند در جایهای خالی وسط دکانها چتر در بالای سر برداشته و بساطشان را برای کاغذ یا متاع پهن کرده می نشستند. در پهلوی ما پسر بچه 10-12 ساله عرب آبی میوه می فروخت. در آن سوتر پیرمرد در کوزه میسین که بالای آتشدان سیار گذاشته بود حلوای تر می فروخت. اشرب بارید، داد می گفت پسرچه با آوازی جرنگاسیش، ولی راهگذران به فریاد او اعتبار نمی دادند. کوکالا، پرسیکالا، مرینده، نام آبهای میوگی را قطار کرده فریاد می کشید بچه. های پسر، به زبان باشقردیش به او خطاب کرد اسرافیل. بچه نگاه کرد. مه 1 ریال، پرسیکالا بیده. هنگامی که از دستی بچه نیم شیشه های دهانش یله کرده شده را می گرفت پرسید اسرافیل. اسم ابراهیم، گفت پسرک با آهنگی که گویا نام خود را نه بلکه سرلشکری مشهور بودن پدرش را خبر می داد. اسرافیل باز سوال داد. مکتب؟ پسرک کتف در هم کشیده نشان داد که نفهمیده است. مدرسه؟ تحصیل؟ تکرار نمود اسرافیل. بچه باز نفهمید. هرچند این کلمه ها عربی بودند احتمال تلفظشان چندان بران نبود که پسرچه نفهمید. آنگاه اسرافیل کف دستش را به هم جذب کرده به کتابخوانی تلقین کرد. پس حرکت خط‌نویسی را نشان داد. پسرک مقصد را فهمید و لا گفته بی پروایانه جواب گردانید و جواب دادن زمانا به کوچه روی آورده از پیشتره هم بلندتر داد گفت. مرینده، 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 اشرب بارید، اشرب بارید. ظاهراً در میدان نزد بازار قربانی در اوج بود. حاجیان نادارا و کمبغلان محلی از آن طرف گوسفندهای کشته و هنوز پوست ناکنده را کشاله و پشتواره کنان می آمدند. اکثر آدمان سای یا دستی سرلحم گوسفند را در حالتی که از آن هنوز خنابه می تراوید برداشته می بردند
بعضی ها چشم گرسنگی کرده گوسفندی بتون را تا نیم راه می آوردند، ولی در آفتاب سوزان و ازدحام آدمان از کار خود پشیمان شده از غنیمتی برداشتهشان فقط 2 سام بریده می گرفتند و باقی مانده آن را به پس یگان دکان یا خود در سری راه یا به تگ یگان سیاره از راه مانده پرتافته می رفتند. این منظره خیالم را به کیم کجاها برد. در کدام یک کتاب تاریخ دنیای قدیم صورت آدم ابتدایی همین گونه نیم برهنه را دیده بودم که یک پای حیوان کلانی را با چشمانی از شادی درخشان روی زمین کشاله کرده می برد. کس در دنیای وسیع گردد چی واقعه ها، چی عادت یا عنعنه های را نمی دیده است. اسرافیل با بر احرامش به سر سینه خود شمال زده می نشست. اکنون آهسته آهسته رویم هم می شود، گفتم من. اسرافیل به پشت چایخانه گذشته پس از مدت به من عصای نو آورد. عصای نو دراز و به قوت می نمود و به آن وزن پای لنگ را به ایبا پرتافتن ممکن بود. گلیم کهنه زین کوشک و سمکه و ترماس ها را در پیش چایخانه چی گذاشته به سوی بازار روان شدیم. در بازار گوسفند از بسیاری مال و خریدار حتی برای آدم صحت راه یافتن دشوار بود. اسرافیل تنها رفت. چترم را به سر گرفته در گوشه نشستم. حاجیان از بازار گوسفند خریده کشاله کنان به اینجا به میدان قربانی می آوردند. در میدان پهلوی هم چند هندق دراز و چقور کافته شده بود که قصابان مخصوص تعیین کرده مأموریت ایدگاه در لب هندق‌ها راست ایستاده گوسفند حاجیان را با نوبت قبول کرده می گرفتند و به عوض نظر که به همت حاجی وابسته است گوسفند را سر زده به یک طرف می پرتافتند. به هر کس گوشت لازم باشد از توده گوسفندهای سرزده شده به مقدار دلخواهش برداشته می رفت. طلبگاران گوشت قربانی در نیمه اولی روز بسیار بودند، اما حالا همه سیر شده بودند و تپه های نزد قصابان به اندک فرصت بلند می شد و آنها چند قدم دورتر به جای خالی رفته از گوسفندهای نو خرید تپه های نو می ساختند. همین که سرتاسر زمین نزد هندق از پشته های مال کشته پر می شد، قصابان به هندق دیگر می گذشتند و آنگاه چند بلدازر زرد امریکایی که در کنار موتورهای خود را خاموش نکرده منتظر کار می ایستادند به حرکت می در آمدند و از یک لب هندق تپه های گوشت را به پایان تیله داده از کنار دیگرش به بالای آن خاک می ریختند. به قول کتاب های مقدس جانورهای قربانی شده فردا قیامت به صاحبانشان خدمت خوبی خواهند کرد. هر کدام آنها شخص قربانی کرده را از بین لکی در لکی مسلمانانی به درگاه پروردگار حاضر شده شناخته می گیرد. ثانی صاحبش را سوار کرده از پل صراط از بالای آتش دوزخ به طرف جنت گرفته می تازد. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 23